سلام زکان جان، مینام نفسه. از ویدیو میان خواهیم راجع به گیل دختران صحبت بکنیم، راجع به سواد آموزی گیل دختران. اینکه در قدیمان چطور تنسید مکتب بشید، مدرسه بشید، چه سختیایی اشن راه میان نها بود و چه تاریخ اتفاقات دکفته بود. همین همراه ببینید. قدیمی ترین شیوه سواد آموزی مکتب خانه بود که ملا خانه هم انا گفتید. اگر مرد بود انا گفتید امیرزا، اگر زن بود انا گفتید ملا باجی یا ملا جان. تعداد شاگردان هم 3 نفر تا 30 نفر بود. اوشان هم که ثروت داشتید معلم برید به خانه تا اختصاصی اوشان زکان سواد دار بکنید. ایتا نویسنده و جهانگرد ایتالیایی به نام کارلا سرنا او زمان گیلان میان زندگی بودید. در سال حدوداً 1256 خورشیدی. مادام کارلا سرنا درباره همین مکتب خانه‌ان در سال 1256 خورشیدی اتون نویسه. بیشیم بیدینیم بعید. تا سن 7 سالگی دخترها همان درس پسرها را یاد میگیرند، ولی با آموختن خیاطی معلومات آنان بیشتر می شود. دانش دختران ثروتمندان بیشتر از دختران مردم ندار و کم درآمد نیست، اما با این فرق که بعضی از آنان نواختن یک آلت موسیقی یا خواندن آوازی را هم بلد هستند. دختران باسواد و تحصیل کرده اشعاری از شاعران ملی چون سعدی و حافظ را از حفظ می دانند. دختر بچه‌هایی که به زحمت 8 یا 10 سال دارند روی خود را می گیرند، عادتی که بعدها اجباری می شود. در این مکتب خانه ها ملا روی زمین می نشیند و بچه ها دختر و پسر به طور مختلط دور او حلقه می زنند. حتی که او جهانگردیه، پس او زمان گیل دختران هم سواد داشتی. او زمان هم که دنید حتی داب نبو که زنان بتنید شغلی بدارید یا اجتماع میان بسید. پس تنین بگیم که گیلان پیش قدم بود و به تحصیل دختران اهمیت دهید. ایتا تاریختان به نام رابینو چند سال گیلان میان زندگی بکود و راجع به مکتب خانه نظراتی داره که با هم بیشتریم. تقریبا تمام پسرها و عده‌ای از دخترها به مکتب خانه می روند و در آنجا خواندن و نوشتن می آموزند. از چند سال قبل مدرسه هایی به سبک اروپایی در رشت تأسیس شده است که در آن فارسی، عربی، فرانسه، روسی، هندسه، جبر، حساب و جغرافیا تدریس می شود. انقلاب مشروطه باعث بوده که مدارس دخترانه به از شکل امروزی تأسیس ببرد و هر عامل یعنی انقلاب مشروطه بزرگترین تحول در وضعیت اجتماعی زنان ایجاد بکند. در هو زمان هم متاسفانه ایسا بود که مدرسه قانون فساد و بیناموسی دانستید و در همون زمان بود که زنان پیشرو بتانستید از سختی هم را موفق ببینید. در قسمت بعدی خواهیم راجع به اولین مدارس دخترانه گیلان گپ بزنیم. این قسمت هم همراه ببینید. ممنون که همین ویدیوی تا هست بیدید و خیلی خوشحال بیم که امر سابسکرایب بکنید و با لایک و کامنت امر حمایت بکنید. بلا میسر شمی محبت قربان.